خوب باشه. به جلسه سوم از آموزش زبان اسپانیایی خوش آمدید. امیدوارم تا اینجای کار جلسات قبل رو گوش داده باشید، تمرین ها رو حل کرده باشید و حتما برای من بفرستید تمرین هاتون رو، من ببینم و اشکالاتتون رو بگیرم و اگرم انتقادی، پیشنهادی داشتید برای بنده پیام بدید. خوشحال میشم که استفاده کنم از نظراتتون. خب ما درس اول، امبیتو اول یا قسمت اول رو تمام کردیم. توی قسمت اول سلام اولپرسی رو یاد گرفتیم، دلتر ار یا همون بخش کردن و هجی کردن رو یاد گرفتیم. اینکه خودمون رو معرفی کنیم، سوال کنیم و اسمون، فامیل، ریشه، زبانی که صحبت میشه، سنمون، حرفمون یا اون تحصیلاتمون، اینها رو یاد گرفتیم که درباره‌شون صحبت کنیم. خب حالا میریم سراغ امبیتو 2، قسمت دوم از درس 1 که درباره همون احوال پرسی هست. این مقدارش رو در درس اول، در بخش اول کار کردیم. این مقداری از سلام احوال پرسی رو توی این بخش بیشتر کار میکنیم. مورد بعدی که بهش میپردازیم اینه یه نفر رو معرفی میکنیم و در جواب کسی که خودشو معرفی کرده ما چه جوابی باید بدیم میپردازیم بهش. همینطور آدرس پرسیدن و بیان آدرس رو بهش میپردازیم. شماره تلفنمون رو میخوایم بدیم یا بگیریم و در نهایت وقتی پشت تلفن بخوایم جواب بدیم یا درباره کسی از پشت تلفن سوال کنیم، اینها رو هم انشالله توی بخش دوم بهش میپردازیم. فعلا برای جلسه امروز ما سالودar y despedirse رو کار میکنیم، همون سلام اولپرسی رو، و presentar a alguien y responder al ser presentado، یعنی جواب دادن، presentar a alguien معرفی کردن یک نفر و اینکه جواب دادن کسی که خودشو معرفی میکنه. اینها رو انشالله تو این درس بهش میپردازیم. خب اما بریم سراغ امبیتو 2. ابتدای درس امروزمون رو با خدمتتون عرض کنم که این جدول گرامری اول شروع میکنیم. این جدول گرامری یک خلاصه از همه مطالبی که توی درس میخواد ارائه بشه رو بهمون میگه و بعد تو خود درس میایم بیشتر به اون مطالب میپردازیم و دقیق‌تر و بیشتر تمرین میکنیم. خب اسکما گراماتیکال یعنی جدول گرامری، پرسنت یعنی حال، مضارع که تو این دو معنا میشه. ما هنوزم نمیخوایم بیایم افعال رو، نحوه صرف کردن افعال رو یاد بگیریم، یعنی قواعد صرف رو ما باز هم بهش نمیپردازیم. مثل گرامر امبیتو اول و مثل این گرامر فعلا با چند تا فعل پرکاربرد میخوایم آشنا بشیم و صرفا اونا رو حفظ کنیم. اصلا طبق قاعده نمیخوایم اونا رو یاد بگیریم. میخوایم چند تا فعل که تو درس قبلی بود، سر بود، خدمتتون عرض کنم که ژمرسه بود، اپژی درسه بود و حالا با موارد دیگه اونها رو انشالله که تمرین کرده باشید و باهاشون جملات ساخته باشید. اونا رو فقط صرفا حفظ کردیم. این گرامر هم فقط صرفا میخوایم حفظ کنیم، اصلا کاری به نحوه صرفشون نداره. خب این قسمت اول رو که میبینید ضمایر فاعلیه، من، تو، او، ما، شما، آنها. جو میشه من، تو میشه تو، ال میشه او مذکر، اژا او مؤنث، اوستد شما محترمانه. گفتیم که ما یه تو داریم برای مخاطب که میخوایم تو بگیم و یه اوستد داریم. تو رو برای مثلا کسی که باش رفیقیم، باش خودمونی هستیم، آشنامونه، تو ازش استفاده میکنیم. اما اوستد برای زمانیه که میخوایم با یه غریبه یا یه جور فضای رسمیه میخوایم ازش استفاده کنیم و بگیم تو، میگیم شما، اوستد میگیم.
که فعلش هم همین فعل سوم شخص غائب باید به کار ببریم، نه دوم شخص. خب نوسوتروس، نوسوترس، ماه مذکر، ماه مؤنث، وسوتروس، ماه مذکر، آنها، ببخشید، وسوتروس شماهای مذکر، وسوترس شماهای مؤنث، اژوس آنهای مذکر، اژو اژس آنهای مؤنث. اوستدس هم وقتی که یک جمعی رو میخواهیم مخاطب قرار بدیم و حالت رسمی و محترمانه داره، اون رو به صورت جمع غائب، اینجا مفرد غائب بود اوستد، اینجا جمع غائب استفاده میکنیم و فعلی هم که براش میاریم فعل جمع غائب هست، مثل ویون. دقیقا همون فعلی که برای اژوس اژس استفاده میکنیم برای اوستدس هم استفاده میکنیم. اما دو فعلی که ما اینجا توی این گرامر این درس برامون آورده، یه دونه ویویر هست، یه دونه استر هست. ویویر به معنای زندگی کردن هست، استر به معنای بودن، که توی گرامر قبل هم ما یه سر داشتیم، اونم به معنای بودن بود که میگفتیم که مثلا سوی استودینت، من دانش آموزم. اینا یه تفاوتی با هم دارن، استر به معنای بودن هستن، سر هم به همین معنا، یه تفاوت‌هایی با هم دارن که حالا در جای خودش بهش میپردازیم. یه نکته هم بگم، حالا مال افعال بدونید بد نیست، بعداً بهش میپردازیم، که افعال تو زبان اسپانیایی 3 قسمت دارن، 3 مدل افعال ما داریم. یکی افعال اری، یعنی افعالی که آخرشون ختم میشه به ا و اره، اری داریم، مثل استر یا مثل جمر، اینا افعال اری هم بهش میگن. یه سری افعال ایری داریم، یعنی آخرشون ختم میشه به ای و اره. یه سری هم افعال اری داریم، یعنی آخرشون ختم میشه به ا و اره. اینا 3 مدل فعل داریم که هر کدوم حالا بحثشون جداه و جلوتر میپردازیم. صرفا خواستم اگر میبینید جایی هست ما ویویر، استر، نمیدونم ببر مثلا نوشیدن، کمر خوردن، اینا رو میبینید متفاوتن، بهتون بگم که یه مقداری ابهامش براتون برطرف بشه. خب صرف ویوی رو نگاه کنیم، ویوو، جو ویوو، تو ویوس، ال ایجا استد ویوه، نوسوتروس نوسوترس ویویموس، وسوتروس وسوترس ویویس، اجوس اجاس استدس ویون. زندگی میکنم، زندگی میکنی، زندگی میکند، زندگی میکنیم، زندگی میکنید، زندگی میکنند. استر هم estoy, yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ellos, ellas, ustedes están. اینها افعالیه که در زبان اسپانیایی پرکاربرده، اینها رو حتما حفظ کنید که حالا جمله سازیشون هم و آشنایی بیشترشون توی درس بریم انشالله باشون بهشون میرسیم. اما کادر زدرنگ پررنگی که اینجا میبینیم مال اسماء اشاره است، یعنی مثلا میگیم این خانه، این لباس، نمیدونم آن کتاب، آن کتابها، آن مردان، آن مرد. اسم اشاره، دمونستراتیوس، اسماء اشاره. ما تو زبان اسپانیایی یکی جنسیت خیلی رعایت میشه و یکی تعداد. یعنی ما بخش قبل گفتیم که وقتی جای صفت و موصوف میخواد بیاد باید توی مذکر مؤنثش رعایت بشه، همچنین تعداد. اینجا هم همینه، تو اسماء اشاره ما یکی مذکر مؤنث باید رعایت کنیم، یعنی اگر اون چیزی که میخوایم بهش اشاره کنیم مذکر باشه باید اسم اشارهش هم مذکر بیاریم و همینطور مؤنث اگر باشه. و اگر به اون چیزی که میخوایم اشاره کنیم اگر جمع باشه باید اسم اشارهش هم جمع بیاریم، علاوه بر این که حالا ببینیم جنسیتش. تو اسماء اشاره مسکولینو، فمینینو از قبل هم داشتیم، مذکر مؤنث.
ما اسماء اشاره برای مذکرها یه چیز استفاده میکنیم، جمع مذکرها یه چیز، برای مؤنث و جمعشون هم یه چیز استفاده میکنیم. خیلی راحت. برای مذکر ما وقتی میخوایم بگیم این کتاب یا میخوایم بگیم این مرد، یعنی اگر مذکر باشه و مفرد باشه از است استفاده میکنیم. یعنی مثلا میگیم است لیبرو، یعنی این کتاب. لیبرو مذکره، است هم باید باش مذکر بیاد. یا مثلا میگیم است نینیو، این بچه. نینیو مذکر، است هم باش مذکر میاد و مفرد. اما اگر میخوایم بگیم این کتاب ها یا بگیم این بچه ها، میگیم استوس لیبروس، این کتاب ها، یا استوس نینیوس، این بچه ها. حتما توی مذکر مؤنث و تعداد تطابقشون حتما حواستون باشه. توی مؤنثش هم همینطور. میخوام بگیم این خانم یا میخوام بگیم این خانه، میگیم استکسه، این خانه. کسه میشه خانه، مؤنث هم هست، پس باید استبرش به کار بیاریم. یا میخوام بگیم این بچه ها، این دختر بچه ها، اینجا گفتیم استوس نینیوس، اینجا میگیم استس نینیاس. دختر بچه ها اینها مؤنثه، باید جمع استس نینیاس براشون به کار ببریم. تا اینجا مفهوم؟ یه نکته دیگه هم اینجا بگم. الان نها کنید، به مؤنث مفردش استه داریم. خدمتتون عرض کنم که سوم شخص فعل استر هم ما استه داریم. اینها برای اینکه با هم اشتباهشون نکنیم و اگر توی کلمه دیدیم این دوتا رو، توی جمله دیدیم این دوتا کلمه رو، بدونیم که مراد کدومه. دقت کنید بالای ا توی استه که فعله، یعنی هستند، یعنی او هست. توی سوم شخص غائب یا اول شخص غائب، اینجا اگر دقت کنید می‌بینید که بالای ا یه به حساب فتحه داره که بهش میگن تیلده. باز این تیلده رو ما میایم دقیق جلوتر بهش میرسیم، بررسی میکنیم و بهش میپردازیم. اما تفاوتشون بین استه فعل با استه اسم اشاره همین تیلده است. اگر شما جای تیلده رو دیدید تو این کلمه، توی یکی از این دوتا، این فعله، باید معنی فعلی باشه. تیلده پس میشه تمایز بین این دوتا کلمه، این دوتا معنا، که حالا تیلده چیه رو انشاءالله بهش دقیق میپردازیم. خب این هم از دمونستراتیوس یا اسماء اشاره. بریم کادر بعدی. میگه که سالودوس ای دسپدیداس، احوال پرسی، سلام یا سلام و خداحافظی. موقعی که میخواییم شروع کنیم مکالمه‌مون رو یا یه نفر رو تازه میبینیم، برای شروع، برای ابتدا باید چی بگیم و همچنین برای خداحافظی، برای پایان مکالمه‌مون باید از چه جملاتی استفاده کنیم. ما چند تا جمله رو تو درس قبل خوندیم، از اینکه خودتون معرفی کنی، اسم چیه، شغلت چیه، چند سال داری. اینجا هم یه سری جملات دیگه، مثلا اولا که همون سلام میشه. کتل، کتل نها کنید جمله پرسشیه، یه علامت سوال بارونه قبل داره، یه علامت سوال هم بعد داره. کتل یعنی حالت چطوره، چطوری، خوبی، حالت چطوره. جمله بعدی کمو استاس، حالت چطور، دوباره حالت خوبه، چطوری. فرق بین کمو استاس با کتل چیه؟ کتل مال جاییه که غیر رسمیه، خودمونیه، رفاقتیه. یه دوستی رو میبینی همینجوری میگه اولا کتل، سلام چطوری، کتل استفاده میکنی. یه وقت میگیم نه، کمو استاس، یک کم فضا رسمی تره، یک کم فضا برامون سنگینه، یعنی میخوایم هم ادب رو یه جورایی رعایت کنیم و اینکه خیلی خودمونی و رفاقتیش نکنیم. از کمو استاس استفاده میکنیم. الان ببینید اینجا استر کمو استاس آورده. ما مثلا میخوایم بگیم که حالا طرف میگه حالم چطوره، میگه کمو استوی، من حالم چطوره.
مثلا کسی میپرسه حالا نداریم همچین چیزی، ولی میپرسه کمو استوی، من حالم چطوره، کمو استاس، حالت چطوره. یه کمو میاریم اول این فعلا، خودشون یه جمله میشه، یه جمله احوال پرسی میشه. کمو استاس، کمو استا، اون حالش چطوره، خوبه حالش. داریم احوال این نفر رو میگیریم که نیست، احوالشو داریم از دوستش، از خواهرش، برادرش میگیریم، میگیم کمو استا، حالش چطوره. یا کمو استاموس، ما چطوریم، خوبیم. کمو استایس، شماها چطورید. کمو استان، آنها چطورن. بوئنوس دیاس، صبح بخیر. بوئنوس دیاس، صبح بخیر یا روز بخیر، هر دوتاش استفاده میشه. بوئنوس دیاس. بوئناس نوچس، یعنی شب بخیر. بوئناس نوچس، شب بخیر. بوئناس تاردس هم میشه عصر بخیر. بوئناس تاردس که دیا میشه روز، نوچه میشه شب، ترده هم میشه عصر. و یک نکته قابل توجه هم بگم این که ما فقط توی بوئنوس دیاس از لحاظ نوشتاری نگاه کنید، اینجا داریم بوئنوس مذکر اومده، اما توی عبارت دوتای بعدی مؤنثه. بوئناس نوچس، بوئناس تاردس. اینو حواستون باشه، یهو اینم نگید بوئناس دیاس، دیا مذکره، نگید بوئناس دیاس، معامله مؤنث باش نکنید. یا این نوچس و تردس مؤنث هستن، شما باید مؤنث بیارید. بوئناس نوچس، بوئناس تردس، اینا رو حواستون باشه. ادیوس، خدا حافظ. استا لوئگو، تا بعد. استا پرونتو، به زودی. حالا اینا رو توی درس میریم دقیق‌ترشون میگیم یعنی چی. استا پرونتو، به زودی. میریم جلوتر، میگه که پرزنتاسیونس، معرفی ها، یعنی یه نفر میاد یکی رو به ما معرفی میکنه، به ما حالا میخواییم باش حرف بزنیم. مثلا دیدیم توی جمع 3 نفری قرار میگیریم، یه نفر از این جمع 3 نفر تازه بهمون ملحق میشه که آشنا نیست. اون نفر دیگه میاد معرفیش میکنه، میگه فلانی این مثلا خبیره، این مثلا علیه. وقتی میگه به تو، یعنی این شخص رو برات معرفی میکنه، تو باید چی بگی؟ ببینید میگه که اس خبیر، اس خبیر. این الان استه میشه مسکولین و مفرد، یک نفر مذکر رو داره به ما معرفی میکنه. استه، اس فرستر به کار آورده، اس خبیر، یعنی این هست خبیر. اس خبیر. حالا اگر میخوایم بگیم که اینها هستند دوستان من، اینها هستند دوستان من، باید چیکار کنیم؟ خب مذکر میخوایم بیاریم، باید جمع مذکر به کار ببریم، میشه استوس. اینجا به جای استه میگیم استوس. اینجا اس مال مفرده، ما باید جمعشو به کار ببریم. جمع اس چی میشد؟ خب بریم صرفش کنیم. سوی، ارس، اس. سوموس، سویس، سون. جمعش پس شد سون، شد استوس، سون. دوستان من هم باید به صورت جمع بیاد. میس امیگوس، استوس، سون، میس امیگوس. حالا تو این جمله میاد یه نفر به ما معرفی میکنه، میگه اس خبیر، این خبیره. ما باید چیکار کنیم؟ خب اولش که باش سلام احوال پرسی میکنیم، میگیم سلام چطوری، خوبی، چه خبر، از این حرفا. اینم همینطور میگه اولا، ما جواب میدیم اولا سلام، کتل، چطوری. یه فضای رفاقتیه، یا میخوایم با طرف رفیق بشیم، صمیمی بشیم، احوال پرسی میکنیم، میگیم اولا کتل، سلام چطوری. خب ما خودمون هم وقتی یه نفر بهمون آشنا میشه یا با یه نفر آشنا میشیم، میگیم که خیلی خوشبختم از دیدنتون، از آشناییتون خیلی خوشبختم. اینجا هم همینطور میگیم انکنتادو، انکنتادو، میگیم انکنتادو یعنی که خوشبختم، از آشناییتون خوشبختم، انکنتادو. یا یه عبارت دیگه هم داریم که حالا تو درس تو عبارت تو کتاب میاریم که میگیم که موچو گوستو، موچو گوستو، موچو گوستو، یعنی اینکه اونم مثل انکنتادو هست، اونم یعنی از آشناییتون
خوشوقتم. اما قسمت بعد که میگه التلفونو با پرگونتس مال درس جلسه آینده است، حالا اون موقع بهشون میپردازیم. برای این بخشی که الان میخوایم انشاءالله این جلسه روش کار کنیم، این مقدار گرامر بود که بهشون پرداختیم. خب بریم سراغ اول امبیتو دوس که اول امبیتو دو یک جمع دوستانه جمعی هست که یه سری اونجا هم دیگه رو معرفی میکنم به هم، آشنا میشم با هم و ما میخوایم انشالله به این عبارات بپردازیم. خب یک صوت داره، من این صوت رو میذارم، اسکوچا ایله، گوش کنید و بخوانید. این صوت رو من میذارم، این جملات رو گوش بدید تا انشالله بعدش بیاییم بهشون بپردازیم. Lección 1. Ámbito 2. Ejercicio 1. Hola, me llamo Niklas. ¿Qué tal, Nicholas? Mira, Ana, estos son mis profesores María y Luis. Encantada. Hola, Pepe. Buenas noches. Pasa, pasa. Hola, Laura. Buenas noches. Hola, Paula. Mira, este es Giovanni, un amigo italiano. Hola, ¿qué tal? Bien, grazie. ¿Tú? Muy bien. خب اینجا مکالمه بین 4 نفره که حالا الان بهشون میپردازیم. میگه که اولا مجمو نیکلاس، سلام اسم من نیکلاسه. اونم میگه که کتل نیکلاس، چطوری نیکلاس؟ اینا میخوام با هم رفیق بشن، میخوان یه فضای خیلی صمیمی و رمانتیک و عاشقانه بذارن، مقدم رسمیش نمیکنن. میگه نیک کتل چطوری؟ گروه بعدی میگه میره انا، اسمش اناه، میگه ببین انا استوس سون میس پروفسورس ماریا ای لوئیس، این دو نفر اساتید و معلم های این آقا هستش. داره این دو نفر رو به این خانومه معرفی میکنه. میگه چی؟ میگه این دو نفر استادان من هستند، بنابراین باید جمع بیاره. استوس باید اسم اشاره دیگه، میگه اینها، بعد بگی استوس سون میس پروفسورس، دقیقا همون چیزی که گفتیم که اینها دوستان من هستن. گفتیم استوس سون میس امیگوس، اینجا هم همینطور، اینها استادان من هستن، ماریا ای لوئیس. و گفتیم که اگر جمعمون که همشون مؤنث باشه که معلومه، همشون مذکر باشه معلومه، اما اگر جایی مؤنث و مذکر با هم باشن غلبه با مذکره، هر چند هم مؤنث ها بیشتر باشه اما باز غلبه با مذکره. خب میگه که اینا رو، این دوتا رو معرفی میکنه. الان این خانم میگه انکنتده، میگه خوشوقتم، از آشناییتون خوشوقتم، در جواب این معرفی کردن میگه. باز یه نکته بگم، ببینید اینجا الان این خانم گفته انکنتده، اگر آقا بود باید میگفت انکنتدو، یعنی اگر جای این دوتا عوض بود، این خانومه میداشت میگفتش که میره اینها استادان من هستن، این آقای اگر میخواست در جواب بگه من خوشبختم باید این انکنتده رو او میگفت، میگه انکنتدو. درست شد؟ اینا هم باز حواستون باشه، تطابق مذکر و مؤنث. گروه بعدی، اولا پپه، سلام پپه، بوئناس نوچز، شبت بخیر، شب بخیر، پسا بفرما. این دو نفر حالا انگاری میخوام بیان داخل دیگه، دارن میان داخل، از در رد میشن، میگن تعارف میخوان، میگن بفرما خیلی خوش آمدید. میگه پسا بفرما، از فعل پسر یعنی عبور کردن، گذشتن، از فعل پسر میاد. پسا بفرما. و اونم در جواب میگه اولا لورا بوئناس نوچز، سلام لورا شبت بخیر. بریم گروه بعدی میگه اولا پاولا، سلام پاولا، میرا اس جوانی، حالا این اسمش اسپانیایی نیست، این هست جوانی، داره معرفی میکنه، میگه این آقای
جوانی هستش. خب کیه حالا؟ اون امیگو ایتالیانو، یه دوست ایتالیایی. بعد میگه اولا کتر، سلام. به جوانی میگه سلام چطوری؟ در جواب میگه خوبم، بین، خوبم، گراسیاس، ممنونی که احوالم پرسیدی، من حالم خوبه. ای تو چطوری؟ اونم میگه موی بین، منم خیلی خوبم. پس اگر وقتی یه نفر خواست از ما بپرسه بگه که کتل یا بگه کمو استاس، در جواب میتونیم بگیم بین گراسیاس یا بگیم موی بین. بین گراسیاس ای تو یا بگیم موی بین. در جواب اینها رو میتونیم بیاریم. خب میریم تمرین بعدی. تمرین دوست کمپلتا استاس پرزنتاسیونز. میگه تکمیل کن این معرفی ها رو. اینجا یه سری افراد رو ما باید معرفیشون کنیم و باید اون اسم اشاره مناسب و اینکه اونها از کدوم کشور هستن، اهل کجاهن رو هم باید ذکر کنیم، بگیم. خب اینایی که اینجا میبینید همشون اسمن، یعنی چیز عجیب غریبی نیست، نترسید. من 2-3 تا رو حل میکنم، دیگه بقیه رو خودتون حل کنید برای من بفرستید. میگه میره رو داشتیم. میره یعنی چی؟ مثل اینجا، یعنی ببین. جای خالی سون براد پیت ای انخلینا خولیه، اما آنجلینا جولی. میگه ببین جای خالی هستند براد پیت و آنجلینا جولی. الان اینجا ما باید اسم اشاره به کار ببریم، از اونجایی که اینها 2 نفرن پس جمع باید به کار ببریم. از سون هم میفهمیم، سون هم فعل جمع دیگه. براد پیت و آنجلینا جولی 2 نفرن، پس ما باید اسم اشاره جمع به کار ببریم. حالا مذکر یا مؤنث؟ خب براد پیت اینجا مذکره، پس ما باید اسم جمع مذکر به کار ببریم که اسم جمع مذکرش میشه استوس. اینجا بنویسید استوس سون براد پیت ای انخلینا خولیه یا جولیه. سون نورت امریکانوس، آنها هستند. سون آنها هستند آمریکای شمالی، از آمریکای شمالی اومدن. خب بریم بعدی. میگه که جای خالی اس انریکه ایگلسیاس. الان انریکه ایگلسیاس 1 نفره، انریکه ایگلسیاس 1 نفره، بنابراین فعلش هم 1 نفر اومده و مذکر هم هست. پس ما باید اسم اشاره مفرد مذکر به کار ببریم، میشه اس انریکه ایگلسیاس. خب میخوایم بگیم که از کدوم کشوره، مثلا میگیم که اسپانیول. اسپانیول باید صفت ملکیتی اینجا به کار ببریم. اسپانیول، اسپانیا، درست یا اسپانیول. حالا بقیه هم همینطور خودتون تکمیل کنید و برای من بفرستید. اما تمرین سوم میگه tus amigos no conocen a tus nuevos compañeros. میگه دوستان تو نمیشناسند دوستان جدیدت را. tus nuevos compañeros، دوستان جدیدت را نمیشناسند. presenta dos de ellos a tus amigos. میگه معرفی کن 2 تا از این دوستات رو به دوستات. شما الان باید یه مکالمه فرضی، یه گروه فرضی تصور کنید که میخوایی 1-2 نفر رو به بقیه دوستات معرفی کنی، بگی که این فلانیه، مثلا اهل فلان جای، اینقدر سن داره. اینا رو باید جمله بسازید و اونها رو تمرین کنید. بریم درس بعد. سالودوس یعنی همون سلام احوال پرسی. سالودوس میگه fíjate en los relojes y relaciona cada una de las horas con el saludo que corresponda. میگه توجه کن به هر کدوم از این ساعت ها منظور همون وسیله است، اون وسیله، اون شیئی که حالا به عنوان ساعت استفاده میکنیم. میگه به ساعت ها نگاه کن، رلاسیون ربط بده هر کدوم از زمان ها رو، کده اونا هر کدام از، کده اونا ده یعنی هر از
هر کدام از زمانها رو، از ساعتها رو، اینجا اور است منظور زمانه. این فرق میکنه با این رلوخس. رلوخس یعنی همین مربع شکل و مستطیل شکل، گرداری شکل، هر چیز، ساعت مچی، ساعت دیواری، بهش میگن رلوخس. اما اون زمانی که نشون میده بهش میگن اوره، ساعت. کنر سرودو که کورسپونده میگه ربط بده هر کدوم از زمانها رو با اون احوال پرسی که خدمتتون عرض کنم که مطابقش هست، مربوطش هست. یعنی چی؟ یعنی ما یه بوئنوس دیاس، بوئنوس تاردس، بوئنوس نوچس داشتیم. خواهیم ببینیم از چه زمانها تا چه ساعتهایی، چه تایمی مربوط به کدوم از اینا هست. خب بوئنوس دیاس از زمانی که تقریبا خورشید طلوع میکنه تا ظهر، تقریبا تا این هولوشا رو میگن بوئنوس دیاس، صبح بخیر یا روز بخیر. بوئنوس تاردس از بعد از ظهر میگن تا غروب آفتاب، تا اونجایی که دیگه هوا تقریبا تاریک میشه. بوئنوس نوچس هم از تاریکی هوا تا از غروب آفتاب یا تاریکی هوا تا به اون زمانی که کم کم هوا روشن میشه. الان ساعت 8:30 8:30 میشه صبح، میشه کدوم؟ بوئنوس دیاس. ساعت 10:15 اینم باز همینطور میشه بوئنوس دیاس. ساعت 16:04 بعد از ظهر میشه بوئنوس تاردس. 21:40 میشه بوئنوس نوچس. ساعت 7 صبح بوئنوس دیاس. 23:10 میشه بوئنوس نوچس. خیلی هم راحت. اورا اسکوچایله، اینجا هم دوباره مکالمه هست، خودشون معرفی میکنن و در جواب هم جواب میدن. اینا رو هم میذاریم. اورا اسکوچایله، الان گوش بده و بخوان. این صوت رو هم میذارم، gúš بدید. بعد میپردازیم به عباراتی که اینجا آورده برامون. Lección 1. Ámbito 2. Ejercicio 5. Adiós, Giovanni. Hasta mañana. Adiós, Pedro. Encantado. Adiós, María. Hasta luego. Hasta luego, Laura. Buenas noches. خب میریم سراغ این دیالوگا. داشتیم میرفتیم یادم میگه که اینجا موقع خداحافظیه. تا الان ما داشتیم سلام رو کار میکردیم، الان موقع خداحافظی باید چی بگیم؟ میگه ادیوس جوانی، خداحافظ جوانی، از تمنیانه، تا فردا. اونم میگه ادیوس، خداحافظ پدرو، انکانتادو، یعنی خوشبختم، خیلی خوشبختم. یا بعدی میگه که ادیوس ماریا، خداحافظ ماریا، hasta luego، تا بعد. اینجا میگه hasta luego لورا، buenas noches، شب بخیر. این عبارت ها شب بخیر و hasta luego عقب و جلو فرق نمیکنن، یعنی کدومشون رو اول بگی کدومشون بعد بگی فرق نمیکنن، اصلا یکیشو بگو، خیلی فرقی نمیکنن. خب میریم سراغ تمرین 6. پرکتیکا کن توس کمپانیروس، با دوستت تمرین کن، پرکتیک کن. ادیوس hasta mañana، ادیوس nos vemos en clase mañana، hasta luego. خب hasta mañana که یعنی فردا هم دیگر میبینیم. ادیوس فردا هم دیگر میبینیم. خداحافظ فردا هم دیگر رو میبینیم. بعدی میگه خداحافظ ما فردا همدیگر رو در کلاس میبینیم. nos vemos en clase mañana، میبینیم همدیگر را در کلاس فردا. میتونیم اینو بگیم nos vemos en clase mañana. جای این ان کلاس mañana، جای این کلاس میتونیم چیز دیگه بگیم. مثلا میخوایم بگیم که دو نفر همکارن، میخوایم بگیم ما تو شرکت فردا هم تو شرکت میبینیم. میگه که میگیم nos vemos en empresa mañana، یعنی فردا هم دیگه رو تو شرکت میبینیم. hasta luego هم که یعنی تا بعد. میگیم تمرین 7. completa con las expresiones adecuadas، میگه کامل کن با اصطلاحات مناسب، اصطلاحات درست. اینجا ما 4 تا عکس داریم. اینجا ما 4 تا عکس داریم که این 4 تا عبارت رو ما باید برای هر کدومشون بذاریم. خب بیایم یه توضیح خیلی کوچیک و مختصر بدیم. hasta pronto یعنی به زودی هم دیگر میبینیم، به امید دیدار، به زودی، دیدار به زودی، اینجوری.
ازش استفاده میشه. استا پرونتو یعنی دیدار، به امید دیدار زود، به زودی هم دیگه میبینیم. استا منیان هم یعنی که آقا فردا هم دیگه میبینیم دیگه، دو تا همکلاسی، دو تا همکار، اصلا کسی که برای فردا مثلا قرار میذارن میان میگن که استا منیانا، خداحافظ تا فردا. اینجوری. استا سیمپره و استا لوگو. استا سیمپره یعنی تا همیشه. تا همیشه یعنی دیگه دارن از هم خداحافظی میکنن. حالا آیا دیگه بتونن همدیگه رو ببینن یا نبینن. داره مهاجرت میکنه، داره میره یه مسافرت خیلی دوری، نمیدونم اصلا دو نفر هستن کات کردن دارن خداحافظی میکنن با هم، اینا دیگه خیلی دیگه معلوم نیست، امید نمیره که همدیگه رو ببینن، فقط میگن دیگه به امید دیدار آینده، یعنی به امید دیدار همیشگی. hasta siempre تا همیشه. و hasta luego یعنی تا بعد. hasta luego فعلا این رایجه، خودمون میگیم که آقا فعلا خداحافظ، این همینه، میگیم که ادیوس hasta luego یعنی همین، یعنی فعلا بعدا هم دیگر میبینیم. این رایجه بین زبان اسپانیایی، تو زبان اسپانیایی. خب شماره یکش که معلومه، اینا خوابیده، شب خوابیده، فردا قرار ببینه رفیقشو، میگه ادیوس hasta mañana، خداحافظ تا فردا. hasta luego این هم یعنی تا بعد، خیلی رایجه، هم دیگه رو خداحافظی میکنن. این فعلا اینجا دو تا داریم، الان این میره مسافرت، این هم میره مسافرت. خب ولی بخوای نگاه کنی مثلا این حالا انگاری دستمال کاغذی داره، خیلی داره حالا گریه کردن، اشکاشون جاری بوده، نمیدونم حالا هرچی، با کشتی هم مثلا داره میره مسافرت، چقدر ممکنه طول بکشه. میگیم اینجا hasta siempre یعنی ادیوس hasta siempre، خداحافظ تا همیشه. دیگه خیلی امید و انتظار این که ببینیمش دوباره رو نداریم. شماره سم که میشه hasta pronto، طرف داره میره مسافرت، میگیم به زودی میبینمت، یعنی مثلا 3 روز 4 روز، یه هفته دیگه، یه ماه دیگه نهایت برمیگرده. یعنی انتظار میره که ما دوباره ببینیمش، امید داریم ببینیمش. آشنایی فک و فامیلی کسی از شهرستان میاد خونمون مهمونی، موقع خداحافظی که اینا میرن، حالا دفعه بعد یا ما بهشون دوباره ملحق میشیم یا اونا دوباره میان، انتظار داریم هم دیگه ببینیم. خیلی چیز عجیب غریب و دور از انتظاری نیست. میگیم hasta pronto. خب بریم سراغ ambito dos como está tú و usted. اینجا میخوایم همون فرق بین توه که با خودمونیه و اوستد که حالت احترامی تو رو داره رو بیاییم اینجا بیشتر درباره‌اش صحبت کنیم. تمرین 8. Mira el dibujo y lee el diálogo. ببین نقاشی را و بخوان دیالوگ یا مکالمه رو. میگه Buenos días, señor Rodríguez. روز بخیر آقای رودریگز. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está؟ حالت چطوره؟ خوبی؟ ¿Qué tal está؟ الان اینجا استا صیغه غائب آورده، اما در حالی که منظورش همون ¿Qué tal está usted؟ که گفتیم میخوایم وقتی یه جای رسمی هست، سر کاری هست یا یه نفر غریبه رو میخوایم ببینیم، از usted میایم استفاده میکنیم، مستقیم و خودمونی باهاش حرف نمیزنیم. ولی کتل هم آورده که ما گفتیم کتل برای خودمونیه، برای رفاقتیه. کتل هم با یعنی خودمونی آورده که خیلی دیگه جو رسمیش نکنه، دوستانه ولی محترمانه. میگه کتل استا که اوستد هم اینجا غائب فاعلش به حساب. بعد میگه که muy bien، در جواب کتل چطوری میگه muy bien، من خیلی ممنون. muy bien، خیلی خوبم. gracias، ممنون. y usted، ببینید اینجا usted رو ذکر کرده. اگر اینجا خودمونی بود یعنی صیغه مخاطب بود، اینجا میگفت ای تو، داشتیم تو مکالمه قبلی، اما اینجا آورده ای usted، یعنی ای usted کتل یا ای usted como está. bien، خوبم. میره، نگاه کن. este es el señor Alonso، ایشون آقای الونسو هست. este es
اینجا الان اسم اشاره به کار برده، آقا و مفرد هست، اینجا هم پس ضمیر یعنی اسم اشاره رو مفرد مذکر رو برده که به تناسبش پس باید فعل هم مفرد باشه. es el señor Alonso. el nuevo director de recursos humanos. میگه مدیر جدید، nuevo یعنی جدید، دیرکتور مدیر جدید منابع recursos humanos انسانی. این آقا الونسو اسمش و مدیر جدید منابع انسانیه که اینجا میگه انکانتادو یعنی خیلی خوشبختم. اینجا میگه موچو گوستو، منم خیلی خوشبختم. فرق نمیکنه چه این آقا بگه موچو گوستو یا چه این آقا بگه انکانتادو. هر دو تا عبارت موچو گوستو و انکانتادو در یک معنا استفاده میشن، در یک مقام استفاده میشن. هر دو برای به معنای خیلی خوشبختم از آشناییتون تو این مایه استفاده میشه. اما این کادر زدرنگی که اینجا میبینیم درباره ارتیکولو میخواد صحبت کنه. ارتیکولو چیه؟ فعلا اینجا کامل و دقیق نمیخواد صحبت کنه درباره صرفا این سنیور که الان اینجا ال سنیور اوورده و بعضی جاها ما ممکنه ببینیم که الو نمیاره، فقط سنیور خالی میاره. الان صرفا میخواد درباره اون صحبت کنه و وارد جزئیات نمیشه. به خاطر همین منم یه توضیح کلی به شما درباره ارتیکولو میدم که ارتیکولو چیه، چند مورد، کجاها استفاده میشه، خیلی کلی به شما توضیح میدم. سر وقتش انشالله وارد جزئیات و فصل و شرحش میشیم. خب اما بریم ارتیکولو چیه. میگه los artículos en español. ارتیکول ها در زبان اسپانیایی. خب بریم اسلاید بعدی. میگه که los artículos acompañan siempre a un sustantivo con el que concuerdan en género masculino, femenino y número singular, plural. میگه ارتیکول ها همراهی میکنند همیشه با یک اسم. ویژگیشون چیه؟ که باید که باید تطابق کند، کنکوردن، در خنرو یعنی در جنسیت، مسکولینو، فمینینو، مذکر و مؤنث، این نومرو و در عدد، در تعداد یعنی سینگولر، مفرد، پلورال یعنی جمع. ببینید ما گفتیم که توی اسپانیایی تقریبا تطابق در تعداد که مفرد و جمع باشه و تطابق در جنسیت که مذکر و مؤنث باشه همیشه رعایت میشه، چه در صفت و موصوف چه در عدد و معدود. و حالا اینجا همینطور در اسم اشاره هم گفتیم، اینجا هم همینطور. الان ارتیکولو چیه؟ ارتیکولو یک کلمه، یک اسمیه که قبل از یک اسم دیگه میاد و این دوتا یعنی اون ارتیکولو و اون اسمی که بعدش میاد همیشه باید در جنسیت، در مذکر مؤنث و در عدد، در سینگولر و پلورال با هم تطابق داشته باشن. پس یه بار دیگه میگیم los artículos acompañan siempre a un sustantivo. ارتیکول ها همراهی میکنن، می آیند همیشه با یک اسم که ویژگیشون چیه؟ کنکوردن، تطابق میکنن، موافقن با هم در جنسیت که مسکولینو و فمینینوه یعنی مذکر مؤنث و در عدد که میشه سینگولر یعنی مفرد و پلورال. حالا مثال بزنیم. میگه ماریا es una amiga de Laura y la novia de Carlos. الان شاید مثال ما اونا و لا هست. ببینید اونا همیشه با یک اسم میاد، لا همیشه با یک اسم میاد. میگه ماریا هست دوست لاورا، ای نامزده و نامزد کارلوس هست. حالا اینا اونا، لا و
خدمتتون عرض کنم که دیگه چه مثالهایی هست، دیگه چه تعدادی، یعنی چه کاربردهایی داره رو الان میریم اسلایدهای بعدی درباره‌شون صحبت میکنیم. خب چیا هستن؟ ببینید میگه en español در زبان اسپانیایی existen dos tipos de artículo. میگه در زبان اسپانیایی دو مدل از ارتیکول ها وجود دارند. ما دو نوع ارتیکول داریم. los artículos indeterminados، ارتیکول های نامشخص، نامعین. چیا هستن؟ 4 تا هست. اون، اونا، اونوس، اونس و ای los artículos determinados و ارتیکول های مشخص که ال، los، لا، las و لو. اینها ارتیکول. پس ما دو مدل ارتیکول داریم. یه سری ارتیکول ها مشخصند که میشه اینها، یعنی معینن. یه درباره یک چیز معین ما داریم صحبت میکنیم، یک کلمه معین، یک اسم معین، یک چیزی که در ذهن مخاطب وجود داره، مشخص، میشناستش. درباره یک چیز مشخص که میخوایم صحبت کنیم از ارتیکول های معین استفاده میکنیم، یعنی قبل از اون اسم ما باید ال، los، la، las، لو بیاریم که اینها مطابق با اون اسم، لحاظ مفرد مذکر، لحاظ مفرد و جمعشون و مذکر و مؤنثشون. این یک تیپ، یک مدل از ارتیکول. یک سری ارتیکول هایی داریم که نامشخصن، یعنی تو ذهن مخاطب شناختی درباره‌اش نداره، یک چیز جدیده. وقتی میخوایم اون کلمه رو استفاده کنیم، درباره‌اش توضیح بدیم، باید از ارتیکول های نامشخص استفاده کنیم که اون، اونا، اونوس، اونس هست که اینها هم با توجه به مذکر، مؤنث و مفرد جمعشون فرق میکنه. حالا artículos determinados، خب این اینجا اشتباه شده. این artículos determinados در اصل باید determinados برای اینها باشه، یعنی این جمله باید اینجا بیاد، این جمله باید اینجا بیاد، که حالا یک اشتباه صورت گرفته. خب اصلاح شد. artículos determinados ارتیکول های معین، مشخص. چیان؟ سینگولر و پلورال، یعنی مفرد و جمع، ماسکولینو، فمینینو. ببینید اگر اون کلمه معین، اگر اون چیز معین ما مذکر و مفرد باشه، ما باید از ال استفاده کنیم. ال برای کلمه مذکر و معین میاد. اگر اون کلمه مؤنث باشه، فمینینو باشه، ما باید از ارتیکولو لا استفاده کنیم. اوکی؟ اما پلورال یعنی جمع، اگر اون کلمه معینی که ما در ذهنمونه و مخاطبم میشناستش جمع باشه، مذکر باشه، لوس استفاده میکنیم. جمع باشه و مؤنث باشه، لس استفاده میکنیم. پس ال و لوس درباره مذکره که ال مال مذکر مفرده، لوس مال مذکر جمع مذکره. اما لا و لس، لا برای مفرد مؤنثه، لس برای جمع مؤنثه. خیلی راحت. مثالش الترن یعنی قطار، ترن میشه قطار. ال ترن چون مذکره و مفردم هست ما براش ال میاریم، یعنی قطار. حالا قطاری که در هم من میشناسم هم مخاطب میشناسه، درباره‌اش صحبت کردیم، درباره‌اش اطلاع داریم. یا استاسیون یعنی ایستگاه، حالا ایستگاه قطار، ایستگاه اتوبوس فرق نمیکنه. استاسیون چون مؤنثه و مفردم هست براش لا استفاده میشه. لا استاسیون یعنی اون ایستگاه و اون ایستگاهی که در ذهن هست، مخاطب میدونه. لوس ترنس قطارهایی که آشنای برامون. یا لس استاسیونس ایستگاه هایی که تو ذهن ما هست، درباره‌اش داریم صحبت میکنیم. ترنس الان اینجا مذکره و جمع هم برده، پس اینجا لوس جمع به کار میبریم. لس استاسیونس، استاسیون گفتیم مؤنثه، اینجا جمع استفاده شده، پس براش لس به کار میبریم. اما اینجا
خدمتتون عرض کنم که ارتیکول های ایندترمینادوس یعنی ارتیکول های غیر مشخص، غیر معین، اون، اونه، اونوس، اونست. اون برای مفرد مذکر، اونه مفرد مؤنث، اونوس جمع مذکر، اونست جمع مؤنث. اون ترن یک ترنی، حالا کدوم ترن نمیدونیم، یک ترنی، یک قطاری. اون استاسیون یک ایستگاهی، کدوم استاسیونه، کدوم ایستگاهه، یکی از ایستگاه ها، مثلا ایستگاهی که در کشور وجود داره، ایستگاهایی که در شهر وجود داره، ما درباره یکیشون داریم صحبت میکنیم. اونوس ترنس، قطارهایی، اونس استاسیونس، ایستگاههایی. حالا بیشتر دربارهشون توضیح هم میدیم. بریم اسلاید بعدی. میگه که los artículos indeterminados که میشه همون اون، اونه، اونوس، اونست، مفرد مذکر، مفرد مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث. وقتی برای اولین بار چیزی را معرفی میکنیم یا مشخص نیست، تو ذهن ما مشخص نیست، مثلا میگیم اون پر رو، یه سگی، حالا چه سگیه، مالکیه، فرقی برامون نمیکنه، چه رنگیه مهم نیست. مثلا نها کنیم، میگه ماریا اس una amiga de Laura، میگه ماریا هست یک دوست لورا، دوست لورا. آیا ما میشناسیمش؟ نه. آیا ما ویژگیاشون میدونیم؟ نه. فقط صرفا میدونیم که دوست لوراه. اگر ما میشناختیم این ماریا رو، اگر دربارش اطلاعات بیشتر داشتیم یا حالا موارد دیگه، اینجا به جای اونه باید چی استفاده میکردیم؟ باید ارتیکولو مشخص مفرد مؤنث استفاده میکردیم. یعنی میگفتیم اس لامیگا د لورا. خب کیه رو؟ کمپرر اون پر رو، میخوام بخرم یک سگی. حالا اون سگش چه رنگیه، نمیدونم ویژگیاش چیه، از نژاد چی هست، اینا برامون مهم نیست. فعلا دارم یه خبر میدم، میگم میخوام یه سگی بخرم، یه خونه‌ای بخرم، یه ماشینی بخرم. ویژگیاش چیه رو نمیدونیم. یا میگیم اینجا برای جمعشه، تنگو اونوس امیگوس، دارم دوستانی، همین، تمام. و اون دوستان حالا چه ویژگی هایی دارن، چه خصوصیاتی دارن و اصلا در صدد بیانش نیستیم، مشخص نیستم برای مخاطب نمیشناسه اونا رو. فقط میدونیم که مثلا رفیق من دوستانی داره. درست شد؟ پس این los artículos indeterminados برای اسماییه که یا چیزاییه که ما برای اولین بار داریم اونا رو معرفی میکنیم و نزد مخاطب مشخص نیست. los artículos determinados یعنی ارتیکول هایی که مشخصند. ال مفرد مذکر، los جمع مذکر، لا مفرد مؤنث، las جمع مؤنث. وقتی درباره چیزی مشخص یا شناخته شده حرف میزنیم. درست شد؟ مثلا میگیم که el perro de mi vecina، یعنی سگ همسایه من. وسینا یعنی همسایه. سگ همسایه من. این سگ معرف حضوره، ما میشناسیمش، میدونیم کیه چیه. درست شد؟ پس اینجا ما باید پرو هم مفرد مذکره، اون ارتیکول مناسبش هم ال استفاده میشه. یا وی الیمپیار لکسا، میخوام تمیز کنم خانه را. خب ما میدونیم کسا کدوم خونه است، مثلا همین خونه که الان درش هستیم. خونه منو مخاطب میدونه الان درش هست، به خاطر همین اینجا کسا چون مفرد مؤنثه ما براش ارتیکولو مفرد مؤنث استفاده میکنیم. اینها موارد دیگه هم دارن که در اونجا مثلا بعضی جا اونو، یعنی بعضی جا ارتیکولو ایندترمینادوس استفاده میشه، بعضی جا هم ارتیکولو ایندترمینادوس. اما ما در اینجا فقط کلیتشو دربارش صحبت کردیم. حالا ما که درباره ارتیکولو آشناییت پیدا کردیم، الان میخواد بگه آقا
بعضی جاها قبل از کلمه سنیور ال میاد، بعضی جاها ال نمیاد. کجا میاد کجا نمیاد؟ میخواد درباره این صحبت کنه. میگه para hablar directamente con una persona، برای یا وقتایی که ما داریم صحبت میکنیم، ابلر صحبت میکنیم، دیرکتمنت مستقیم با یک شخصی جلومون با ایستاده داریم باهاش صحبت میکنیم. نو se utiliza el artículo، اینجا دیگه ما ارتیکولو نمیاریم. وقتی طرف جلومونه داریم باهاش صحبت میکنیم، مثلا میگیم آقای فلانی، اونو داریم مخاطب قرار میدیم، دیگه اینجا دربارش اون ارتیکولو رو نمیاریم. مثالش چیه؟ بوئنوس دیاس سنیور رودریگز، صبح بخیر یا روز بخیر آقای رودریگز. ببینید اینجا داشتیم بوئنوس دیاس، اینجا ال نیاورده ولی اینجا ال آورده. چرا؟ چون ما توی این جمله آقای رودریگز جلوی این خانومه و مخاطبشه، داره باهاش صحبت میکنه، بنابراین ال رو نمیاریم. اما para preguntar por una persona o hablar de alguien de forma indirecta، میگه برای سوال کردن درباره یک شخصی میخواییم از مخاطبمون، نفر جلویمون، درباره یک شخص غایب سوال کنیم. یا hablar de alguien de forma indirecta، صحبت بکنیم، صحبت کردن درباره کسی از کسی به صورتی که مستقیم نیست، روبرومون نیست، مخاطبمون نیست، ایندرکته، غیر مستقیمه. se utiliza el artículo، میگه در اینجا ارتیکولو استفاده میشه. مثلا طرف داره یه نفر معرفی میکنه بهمون، میگه میره، مثالشو ببینیم، میره اس el señor Alonso، ببین ایشون آقای الونسو هست. الان توی اینجا الونسو مخاطب این خانم نیست، یعنی نمیخواد مخاطبش قرار بده، داره با دستش هم اشاره میکنه، میگه ایشون آقای الونسوه. وقتی که طرف مخاطبمون نیست یا داریم درباره نفر سوم، حالا داریم دربارش حرف میزنیم، سوال میکنیم، هر چیزی، در این صورت ما باید ال رو استفاده کنیم، کما اینکه اینجا آوردیم اس el señor Alonso. اما وقتایی که طرف ما مخاطبمونه، داریم به صورت مستقیم ازش سوال میکنیم و دربارش حرف میزنیم، دیگه در این صورت ما این ارتیکولو ال رو اینجا نمیاریم، el señor رودریگز نمیگیم، بوئنوس دیاس el señor رودریگز. و به تناسب مؤنث بودن هم همینطور دیگه، اگر اینجا خانم بود اینجا میگفت بوئنوس دیاس سنیور رودریگز، یا اینجا میگفت میره استا اس لا سنیورا الونسو. درست شد؟ خب امیدوارم که اینو کامل متوجه شده باشید. هیچ اشکال نداره اگر که باز یه مقدار درباره ارتیکولا سوال دارید یا ابهام دارید، هیچ مشکلی نیست. ما جلوتر باز در خدمت شما اسمش چیه، در گرامر جلوتر دربارش دقیق بهش میپردازیم. خب میریم تمرین بعدی. میگه escucha estos diálogos y señala el tratamiento tú o usted. الان یه صوت برای شما پخش میشه که 5 تا جمله داره و شما یعنی 5 تا دیالوگ داره و باید این 5 تا دیالوگ رو شما بنویسید. کدوم دیالوگ ها تو به کار برده شده، یعنی خودمونی بوده به اصطلاح، کدوم دیالوگ ها اوستد به کار برده شده، یعنی رسمی بوده. این دیالوگ ها رو، این مکالمه ها رو بشنو و سنیال مشخص کن، علامت بزن ادات تو و اوستد، که اینجا تو استفاده شده یا اوستد استفاده شده. درست شد؟ خب من این صوتو میذارم، شما گوش بدید دقیق. اگر تونستید جملاتش رو بنویسید، حفظ کنید، باهاش جمله بسازید با اون کلماتش و اینجا رو هم تکمیل کنید.
Lección 1. Ámbito 2. Ejercicio 9. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Ana, te presento a Enrique. Hola, Enrique. ¿Qué tal? Este es el señor González. ¿Qué tal está, señor González? Bien, gracias. Buenos días, Rebeca. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. ¿Es usted el señor Rodríguez? Sí, soy yo. Me llamo Claudia y soy la secretaria del director comercial. Encantado. تمرین 10. Escribe los diálogos siguientes en la columna que corresponda. بنویسید دیالوگ های ذیل را، یعنی یا دیالوگ هایی که siguientes جلوتر اومدن، en la columna que corresponda، در ستون های مناسب، در ستون هایی که مناسبشن، مربوطشن. الان دوباره اینجا ما دو ردیف ستون داریم، این فرمل، غیر رسمی، فرمل، رسمی. اینجا این عبارت هایی که آورده شما باید بنویسید که کدوماشون رسمی هستند، کدوماشون غیر رسمی. حالا من دو سه تا رو با هم کار میکنیم، بعد دیگه بقیه رو شما خودتون بنویسید. میگه ¿Cómo estás؟ حالا چطوره؟ muy bien، خوبم، gracias، ممنون. الان ¿Cómo estás؟ به شکل غیر رسمی حرف میزنه، خودمونی حرف میزنه. ¿Cómo estás؟ ¿Cómo estás؟ حالا چطوره؟ ما گفتیم اگر بخواد به صورت رسمی حرف بزنه، به صورت فرمل حرف بزنه، باید صیغه غائب استفاده کنه. اما اینجا ¿Cómo estás؟ داره صیغه مخاطب استفاده میکنه. خب پس این شد، اینو باید در ستون اینفورمال بنویسید. یا te presento a Guillermo، معرفی میکنم تو را، معرفی میکنم به تو گیژرمو رو. اینجا هم داره به صورت غیر رسمی اینفورمال حرف میزنه، te presento. چرا؟ اگر میخواست خدمتتون عرض کنم که به صورت رسمی حرف بزنه، باید صیغه غائب به کار میبرد، یعنی به جای ت میگفت ل پرسنتو. پس اینجا نیومده ل پرسنتو به کار ببره، اومده ت پرسنتو گفته. پس یعنی این فرمل غیر رسمیه که در جوابش میگه اولا، اولا گیژرمو، سلام. کتل، ببین کتلم غیر رسمیه، خودمونی، رفاقتیه. پس اینم باید در این فرمل بنویسید. خب ¿Cómo está usted, señor Gómez؟ Bien, gracias. چطوری آقای گومز؟ خوبم، ممنون. الان اینجا سنیور نیومده بگه ال سنیور گومز. چرا؟ چون مخاطبشه، داره دربارهش مستقیم حرف میزنه و وقتی مخاطبشه و مستقیم داره باش حرف میزنه، دیگه ما ال رو نمیاریم. جمله بعدی اینا دیگه خودتون بنویسید این سه تا عبارتو. Buenos días, señorita Esteves. روز بخیر یا صبح بخیر خانم استوس. Buenos días, señor Gómez. اونم در جوابش اینو میگه. بنویسید که این رسمی است یا غیر رسمی. یا آخری ¿Qué tal تومی؟ چطوری تومی؟ فنومنال، یعنی فنومنال یعنی خیلی عالی، یعنی توپم، عالی هم، فنومنال خیلی عالی. خسته نباشید عرض میکنم. کافیه تا اینجا. ما انشالله جلسه بعدی ادامه آمبیتو 2 درس اول رو کار میکنیم و درباره آدرس ها و خیابون ها و اینکه چجوری آدرس بدیم یا اینکه آدرس کسی رو ازش بپرسیم و شماره تلفن اینها رد و بدل کنیم. انشالله توی جلسه بعدی دربارهش توضیح میدیم. خب امیدوارم که تمرین ها رو به خوبی حل کنید و هر جا شک و سوال و